گوش کن. اگر معقول شود به دیگران فرست، شاید تا چند لحظه بر تو تاثیر گذارد. چرا همیشه در وقت نماز خوابمان می آید ولی تا ساعت 3 شب برای دیدن یک فیلم بیداریم؟ چرا هر وقت بخواهیم قرآن بخوانیم خیلی خسته هستیم اما برای خواندن کتاب‌های دیگر یا SMS خسته نمی‌شویم؟ چرا یک پیام را که درباره خدا باشد به دیگران فرستادن سخت است ولی پیام‌های بیهوده را با آسانی به دیگران می‌فرستیم؟ یعنی با خدا رابطه برقرار کردن اینقدر سخت است؟ درباره اش فکر کنید. شاید 99% شما این پیام را به دوستانتان نفرستید. خدا فرمود اگر مرا در برابر دوستانتان رد کنید من هم شما را در قیامت رد خواهم کرد. این پیام را به دیگران فرستید. ان شاء الله به امر الله می ارزد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.